إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما شما إن شاء الله در درس اول شروع میکنیم که درس اول اسم کتاب و مؤلف است. نام کتاب است التوحید الذی هو حق الله علی العبید، یعنی توحیدی که حق الله است بالای بنده ها. و معنای توحید ما و شما باید بفهمیم اول که توحید که است در لغت به معنای یکی دانستن و یا حکم کردن به یکی بودن خالق متعال و عقیده داشتن به ای که الله سبحانه و تعالی ذات یگانه هست و در اصطلاح عقیده داشتن به ای که الله سبحانه و تعالی در ذاتش یکی و یگانه هست، همتا و شریک نداره، در صفاتش یکی و یگانه هست، مثل و مانند نداره. یعنی در ذاتش الله سبحانه و تعالی همتا و شریک نداره، نه فرزند داره که دختر یا پسر داشته باشه، نه والدین مادر پدر هم ضرورت نداره و همسر و همکار و این چیزا نداره. امی قسمه که در سوره اخلاص از قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بنان الله کفو و شریک و همتا نداره و در صفاتش یکی و یگانه هست، مثل و مانند نداره. صفاتش با صفات هیچ مخلوق مشابه نیست و صفات هیچ مخلوق مشابه صفات الله نیست. همین قسم انسان اینه توحید میگه، عقیده داشته باشی که صفات الله مثل و مانند و شبیه با صفات مخلوق نیست و صفات هیچ مخلوق مشابه صفات الله نیست. سوم در افعالش یکی و یگانه هست، یعنی که افعال الله مثل افعال مخلوق نیست، به همین شکل که افعال مخلوق مشابهت با افعال خالق نداره. چهارم در عبادتش هم یکی و یگانه هست، یعنی در عبادتش کسی را با خود شریک نمیکنه و انسان موحد در عبادت الله کسی را نباید شریک بسازه، ولو که 1% یا 0.5% هم باشه. پنجم در اطاعتش یکی و یگانه هست، دی هم شریک نداره. همین قسم که لا یشرک فی عبادته، در عبادتش کسی را شریک نمیکنه، ولا یشرک فی حکمه، در حکمش هم یکی و یگانه هست. هیچ کسی را حق نمیده که قانون مثل یا ضد قانون ازی بسازه، بلکه پیغمبران هم احکام میده که الله تعیین میکنه، اونا تبلیغ میکنن، پس تعیین کننده احکام الله هست. ما برای الله قانون نمیگیم به خاطر از اینکه قانون
ساخت دست انسان ها هست. اگرچه بعضی ها به خاطر فهمیدن شاگردا استعمال میکنن کلمه قانون که یعنی تعیین قوانین، تعیین احکام، میگن که مخصوص الله هست. در نامهایش یکی و یگانه هست و کسی شبیه نام از او، چون نامهای الله اسما و صفات است. وقتی که الله یک نام داره امو صفت هم داره. الله هر اسمش از اسمای حسنا هست، چون دارای صفات بسیار عالی هست. یعنی اسمش با همراه صفت هست، از خاطر اسما و صفات می. مخلوقات بعضی اوقات یک نام می داشته باشه ولی او همی صفت نمی داشته باشه. مثلا یک کسی نامش هست زیبا، اما وقتی خودش ببینی که زیبا نیست. یک کسی نامش هست شجاع، اما صفت شجاعت نداره، تنها نامش هست. اما الله متعال اسمایش اسمای حسنا هست و اسما و صفات است و شبیه با مخلوقات نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که معاذ ابن جبل رضی الله عنه را به طرف یمن فرستاد، برش گفت که انک تقدم علی قوم من اهل کتاب. تو مثلا میری پیش یک قومی که اونا از اهل کتاب هستند در یمن. فلیکن اول ما تدعوهم، پس نخستین چیزی که اونا را به او دعوت میکنی چی هست؟ ان یوحد الله تعالی، که اینا توحید الله را، یعنی الله را به یگانگیش یاد بکنن و عقیده بکنن در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش، در اطاعتش، در نامهاش. علمای اسلام، علما و شما که در قرآن عظیم الشان میبینیم، همین قسم اقسام توحید به 6 شکل ذکر شده، ولی علمای اسلام همین اقسام توحید بعضی ها تقسیم های مختلف کردن. مثلا از 6 قسمه به 2 بخش تقسیم کردن. مثلا میگن بخش اول تقسیم آن به قولی و فعلی هست. اولا القولی الاعتقادی لاشتماله على اقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى اقوال اللسان. یعنی قسم اول مثلا میگن که توحید قولی اعتقادی هست که شامل به چی میشه؟ شامل اقوال قلوب میشه و اعتراف قلب هاست و اعتقاد قلب است و به اقوال زبان و ثنا به الله سبحانه و تعالی به یگانگیش است. و هذا النوع هو توحید الاسماء والصفات التي يدخل فيه توحید الربوبیه. یعنی توحید اسما. وقتی قولی اعتقادی بعضی ها میگن که توحید 2 قسم است، یعنی توحید قولی اعتقادی است و توحید فعلی هست. اینا توحید قولی اعتقادی توحید اسما و صفات و توحید ربوبیت شامل میشه. اسما، صفات و ربوبیت در حقیقت 3 بخش در یک بخش آوردن: اسما را، صفات و توحید ربوبیت که افعال است. و قسم دوم گفته میگن که توحید فعلی است و هو المسمى به توحید الربوبیه، و این مسمى به توحید ربوبیت است و سمی فعلیا. این فعلی میگن لانه متضمن لافعال القلوب، به خاطر از اینکه شامل افعال قلوب هست. شامل افعال قلوب یعنی افعال قلب ها و افعال اعضای بدن هست، مثل نماز، زکات، حج و امثال از این. پس بعضی علما همین 6 قسم توحیدی که در قرآن ذکر شده هست، این چی میکنن؟ به 2 بخش تقسیم میکنن. یکی توحید قولی اعتقادی، دیگه توحید فعلی. بخش دوم کسایی هستن که تقسیم میکنن توحید به 3 قسم. میگن توحید ینقسم الی 3 اقسام. خب این اجتهادات علما هست. مثلا تقسیم بندی اصلا به خاطر ازی هست که شاگردا این خوب بفهمن. اینال
علما به خاطر ازی که برای شاگردای خود تقسیم بکنن باز اونا خوبتر بفهمن، از این خاطر میگن که این توحید 3 قسم است. اولش مثلا میگن توحید ربوبیت است که توحید افعال است، و دومش توحید الوهیت است که توحید عبادت و اطاعت است، و توحید اسما و صفات است. توحید ربوبیت باز تعریف میکنن، میگن که هو اعتقاد العبد ان الله هو الرب المتفرد. میگه عقیده بنده هست که او تو عقیده داشته باشه که الله رب متفرد، یعنی رب هست که یگانه هست به خلق کردن و رزق و روزی دادن، مربی جمیع الخلق، تربیه کننده تمامی مخلوقات، به نعم، به نعمتها، و مربی خواص خلقه و تربیه کننده مخلوقات خاصش که انبیا هستند با عقاید صحیح و اخلاق جمیل و علوم نافعه و اعمال. پس توحید ربوبیت الحمدلله رب العالمین، وقتی که ما میگیم که الحمدلله رب العالمین، الله رب است. و رب العالمین چی معنی؟ یعنی ذاتی که خالق است، رازق است، تربیه کننده هست، هم چی است؟ تمامی مخلوقات خود با نعمتها و با نعمتهایش تربیه میکنه، و بنده های خاص خود باز بر علاوه نعمتهای دیگه و عقاید صحیحه و اقوال جمیله و اخلاق جمیله و علوم نافع و اعمال صحیح اونا را تربیه میکنه. پس توحید ربوبیت از امی آیت قرآن که الحمدلله رب العالمین، یعنی رب، یعنی میگن که توحید ربوبیت الله هست. و از آیت قرآنی که ایاک نعبد و ایاک نستعین باز میگن که توحید الوهیت است. توحید الوهیت چی معنی؟ و هو العلم والاعتراف بان الله ذو الالوهیت والعبودیت علی خلقه، که الله سبحانه و تعالی صاحب الوهیت و عبودیت است به مخلوقاتش، که او را اله بدانند و او را معبود حق بدانند، و افراده وحده بالعبادت کلها، و الله را به یگانگی عبادت بکنند و اخلاص دین هم برای الله به یگانگیش باشه، و این توحید عبادت میگن از آیت قرآن که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص الله را عبادت میکنیم. پس این توحید عبادت شد. الحمدلله رب العالمین توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین توحید اسما و صفات، و ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید عبادت. و قسم سوم توحید اسما و صفات است که هو اعتقاد و انفراد الله بالکمال المطلق، که انسان عقیده داشته باشه که الله سبحانه و تعالی ذات یگانه هست که کمال مطلق داره من جمیع الوجوه، از تمامی نواحی، به نعوت العظمت والجلالت والجمال، با صفات عظمت، صفات جلال و جمال. و ذلك، و این چه قسم توحید اسما و صفات میشه؟ که به اثبات ما اثبته لنفسه، که تو ثابت بکنی او اسما و صفاتی را که الله سبحانه و تعالی برای خود ثابت کرده در قرآن عظیم الشان، او اثبته له رسوله صلی الله علیه و سلم، و او صفاتی که او را رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت کرده در احادیث خود، من جمیل اسماء و صفات، تمامی اسما را و تمامی صفات و معانی هم معنایش را و احکامش را که در قرآن و سنت آمده هست. پسی توحید است. و در این کتاب مؤلف بیشتر درس‌هایش در مورد توحید الوهیت است. چرا توحید الوهیت در این کتاب خود زیاد بحث میکنم؟ میگه اول میگه شامل بقیه اقسام توحید میشه. وقتی که توحید الوهیت میگه تشریح کردی، طبعا توحید ربوبیت و اسما و صفات هم شامل میشه، زیرا یگانگی الله به صفات کمال و یگانگیش به ربوبیت و افعالش لازم میگردند که مستحق عبادت بغیر از وی دیگری نباشد. یعنی وقتی ما میگیم که توحید عبادت که مستحق عبادت الله هست، مستحق بودن عبادت که مخصوص الله میشه، طبعا وقت میشه که ربوبیتش یقین داشته باشی که رب العالمین است، خلق کننده هست، روزی دهنده هست، شفا دهنده هست، زنده کننده هست، میراننده هست، و همچنین
دارای اسما و صفات بسیار عالی هست. دوم، این عالم میگه که هدف دعوت تمامی پیامبرا توحید الوهیت یا عبادت است. از این خاطر همین توحید الوهیت زیاد سرش تاکید میکنن، توحید عبادت. به خاطر از اینکه تمامی پیغمبرا وقتی که آمدن، به خاطر از اینکه مردم عبادت خاص برای الله بسازن. چون وقتی پیغمبرا می آمدن، بسیاری از کسایی که در اونجا زندگی میکردن اینا الله را میشناختن و باور داشتن که خلق کننده الله هست، روزی دهنده الله هست، لکن در عبادت الله مثلا بت‌ها را و مخلوقات شریک میکردن. از این خاطر پیغمبرا برشان میگفت که شما وقتی الله را میشناسین، عبادت هم مخصوص به الله بکنین. سوم که توحید الوهیت و عبادت در کتاب زیاد بحث میکنه، به خاطر از اینکه الله سبحانه و تعالی بندگانش را برای توحید عبادت خلق کرده. الله متعال میگه و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. خلق نکردیم انسان ها و جن ها را مگر ای که مرا عبادت بکنن. و دیگه به خاطر که این حق واجب الله بر مخلوقاتش است که باید او را عبادت بکنن. و تمامی کتاب های آسمانی و تمامی پیامبرا به این توحید دعوت نموده و از ضد آن که شرک است منع کرده. ششم دلیلش قرآن کریم او را فرض کرده که فرض است و آن را بسیار با عظمت یاد کرده که کامیابی و سعادت دنیا با این توحید است. و هفتم به خاطر از اینکه اکثر اختلافات میان انبیا و رسول با امتهایشان در توحید الوهیت بوده است. اکثرا اختلافای از اونا با پیغمبرا میگفتن که ما الله را قبول داریم، ما در وجود الله و در صفات الله در این مشکل نداریم، اما مشکلاتشان بسیاری وقتا در چی بود؟ عبادت الله را نمیکردن، در عبادت مخلوقاتش شریک می‌شدن. مثل که آل بسیاری از گروه هایی که پیدا شدن، از هر کدامشان که پرسان کنی الله را میشناسه و الله را به این عقیده داره که خلق کننده الله هست و مثلا آسمان ها و زمین الله خلق کرده. لکن وقتی به بت‌ها میرن، به قبرها میرن و امیال بسیاری کسایی که مثلا چی میکنن، مشکلشان در چی است؟ مشکلشان در عبادت است که در عبادت الله مخلوقات شریک میکنن. و اکثریت نواقص ایمان هم در عبادات است که مثلا ایمانشان مشکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عبادت غیر الله را میکنن، سبح به غیر الله میکنن، سجده به غیر الله میکنن، رکوع به غیر الله میکنن. کلش اینا بخشای عبادت است. خب پس این کتاب خدای عالم توحید نام گذاشت و باز گفت که توحید که حق الله علی العبید گفت. چرا این نام اثر کتاب خود مان که توحید الذی هو حق الله علی العبید؟ معنای حق الله علی العبید چی است؟ این اسم در حقیقت از یک حدیثی گرفته شده که در صحیح بخاری و صحیح مسلم این روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که حق الله علی عباده، حق الله بر بنده هایش چی است؟ ان یعبدوه، که او را عبادت بکنن، ولا یشرکوا به شیئا، و به الله شریک قائل نشن. پس ما و شما مثلا حق هر کس را میفهمیم. حق مادر، حقوق مادر چی است، حقوق والدین چی است، حقوق اولاد چی است، حقوق همسایه چی هست، حق هر کسی را ما و شما. لکن مهمترین حق الله است. پس حق الله چی است؟ الله دو حق اساسی داره. چی است؟ اول حق اللهی است که الله را عبادت بکنی خاص، و دوم حق اللهی است که به الله کسی را شریک نگردانی، نه در ذاتش، نه در صفاتش، نه در عبادتش. نقطه دیگه معرفی مؤلف کتاب است که این کتاب کسی که تالیف کرده شیخ الاسلام محمد تمیمی هست و نام پدرش شیخ عبدالوهاب، او هم عالم بوده هست. شیخ عبدالوهاب ابن سلیمان ابن علی ابن محمد ابن احمد ابن راشد تمیمی است. این عالم در سال 1115 هجری قمری، در سال
15 یک چیز هجری قمری که مصادف است با 1703 میلادی در شهر عیینه در شمال ولایت ریاض ای تولد شده. نخستی عالم چی میکنه وقتی که تولد شده؟ بعد از وقتی که سنش کمی بلند میشه، به سن تعلیم و تربیه میرسه، قرآن عظیم الشان حفظ میکنه و کتاب‌های فقه حنبلی را میخوانه، تفسیر و حدیث، و در سن 20 سالگی به مکه مکرمه میره به قصد حج بیت الله حرام و باز در مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم مسجد نبوی را زیارت میکنه و طبعا روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم زیارت میکنه و در اونجا با علمای مدینه منوره ملاقات میکنه و از آنها بسیار استفاده علمی میکنه و در اونجا است که با شیخ خود محمد حیات سندی که چی هستن؟ محمد حیات سندی به امرای از او چی میکنه؟ ملاقات میکنه، از او میآموزه که چی هسته؟ که ای عالم امی حیات شیخ محمد حیات سندی که است، این یک حاشیه‌ای بر صحیح بخاری داره و وقتی امرایزی ملاقات میکنه بسیار متاثر میشه به علم ازی و به فقه ازی و به عقیده ازی و دروس فقهی خود در مذهب امام احمد بن حنبل آموخت و همچنان علم حدیث را از کتب صحاح و سنن و مسانید آموخت. علاوه به او در کتب زبان عربی، نحو و صرف، بلاغت و توحید را از استادش به نام علامه عبدالله الفردی حنبلی و استادش محدث محمد حیات سندی آموخته است. در 24 به عراق سفر میکنه، در بصره و بغداد و موصل دیدار میکنه و با مشایخ و علما اونجا ملاقات میکنه و از علم از اونها هم میآموزه. سپس به نجد میگرده و از منطقه احسا مرور میکنه و در هنگام سفرش مردم میبینه در این سفرها که بسیار و اعتقادات خطرناک مبتلا شدن و میبینه که شرکیات بسیار زیاد شده، بدعتها زیاد شده. بناهن این دعوت به توحید و دوری از شرکیات و خرافات آغاز میکنه. میبینه که مهمترین چیز آلکه از چی است؟ نسبت به درسای فقهی کردن زیادتر مهم است که ما فقه اکبر که عقیده هست، توحید است، برای مردم بیان بکنیم. از این خاطر این عالم مجدد هم میگن، در جمله علمای مجددی که این عقیده توحیده که بسیاری مردم ها اهل بدعت و کسایی که مثلا در بدعت های مختلف مبتلا بودن و به خاطر ازی که این عالم بیشتر در مسائل اعتقادی معلومات بیشتر داشته باشه، کتاب های دو عالم بزرگ زیاد میخوانه که کتاب های شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هست و کتاب های شاگرد ابن تیمیه که شیخ علامه ابن قیم جوزی هست. از اینا را مطالعه میکنه و پدرش دربارش میگه که او از اهل نماز جماعت یافتم، یعنی همی فرزندم دیندار بود و نماز جماعت هیچ وقت ترک نمیکرد، برش ازدواج کردم و بعد از اینکه شیخ دروس خویش را در نزد علمای زیاد به پایان رساند، دوباره به منطقه حریملا که اونجا شیخ عبدالوهاب پدرش به صفت قاضی تعیین شده بود رفت و با پدرش یک جا به تدریس آغاز میکنه و بیشتر سخنان از او در مورد توحید و یکتاپرستی بود و در مقابل بدعت‌ها و بطلان آنها مبارزه میکرد. در سال 1143 به دعوت علنی به سوی توحید شروع کرد و به طرف عیینه رفت و در سال 1158 از عیینه به منطقه درعیه رفت. در سال 1206 هجری قمری وفات کرد. از این عالم کتاب‌های زیاد مانده که این کتاب‌هایش بسیار در مورد عقیده و در مبارزه علیه شرک، خرافات و بدعت‌ها بسیار خوب کتاب‌ها داره. مثلا یک کتابش همی است که ما شما می‌خوانیم که التوحید الذی هو حق الله علی العبید.
این یک کتابش است که بسیار کتاب مهم است و بسیار علما سر از این تاکید کردن و حتی شاگردان گفتن که متن از را حفظ بکنن، بسیار خوب است. کتاب دیگهش به نام کشف الشبهات است، اصول ثلاثه و ادلهش است، شروط صلات و ارکانش است، قواعد اربعه است، اصول ایمان، فضل ایمان، کبائر، نصیحت المسلمین، سته مواد یعنی 6 موضوع در سیرت، مسائل جاهلیت، تفسیر شهادت، این تفسیر کلمه شهادت که است، تغییر میتواد، تفسیر بعضی از سوره های قرآن، سیره که خلاصه سیرت ابن هشام است و هدی النبوی که زاد المعاد خلاصه کرده است و یک کتابش هم به نام مفید المستفید است فی کفر تارک توحید و رساله ها و نامه های شیخ، نامه های هم داره که کسایی که از این سوالات میکردن و بعضی چیزایی میکردن این عالم چیزها هم داره، نامه ها داره که نامه هایش هم بسیار نامه های چی هست، خطایش هست که در اون مسائل بسیار اعتقادی مهم است که تقریبا نامه های زیاد و چیزهای مختلف فرستاده هست، اشخاص مختلف و یه عالم از جمله علمای بزرگ عصرش بوده و زیاد تأثیر زیادی در امور اعتقادی و خصوص عقیده توحید و رد شرکیات در جهان اسلام داشتن و علمایی که آثار او را تحقیق کردن، تدریس کردن، مطالعه کردن، او را رتبه شیخ الاسلام دادن. از این خاطر شیخ الاسلام لقب بسیار عالی است که علما برسی داده اند. الله متعال این را هم مغفرت بکنه و ما را هم توفیق نصیب بکنه که با بسیار اخلاص و صداقت از کتاب‌های اعتقادی استفاده بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله.